بخش دفاع بچه خب این نقطه را در مغز خود جایگزین کنین. وقتی که حریف آماده بود هیچ وقت حمله نکنین. خب متوجه باشین، هیچ وقت سر حریف حمله نمیکنین. به طور مثال من آماده هستم، دملات آماده است، من ساق از پای پشت سر میزنم، از پای پشت سر متوجه هستین؟ از بالا اگر دست حریف پایین باشه میبینی در کدام حالت باید بزنی. برو جمع یک دفاع دیگه در بالا جمع هستی که مشت میده و پیش. متوجه هستین؟ جمع سرعت آماده در حالت جمع میشه. اگر در حالت آماده باشه میبینی که حریف بسیار آماده است، قدرت خود سر جمع دکین که پیش برو، دکین جمع یا قید کوی طرف یک جای استاد نمیشین. فهمیده شد؟ دیگه دفاع دیگه. خب بالا از پای دمیجا از پای زیر بغل میزنی دمی حالت جمع. فهمیده؟ یک دیالت هم بزنی زیر پای 3 ثانیه ما وقت داریم در رشته خود. 3 ثانیه اگر نمیشه بزن زانو. فهمیده شد؟ از زانو از بغل. خوبش بون دستکش دم بخوره یک خوبش یک فرانکی که صحیح. خوبش در راست حمله کو. خوبش جای به جای. تو عریف است، تو است. خب متوجه باش تو استاد هستی یا این استاد هستی زد حمله زد. این حال تو زد حمله بزن، این تو استاد هستی. مستقیم استاش تمرکز سر عریف باش، دفاعی که هستی. خب متوجه باش. نه خیر ساق زدی، ساق بزن، اسد بزن، تیز بزن، ساق از پای پیشتر بزن. خب جاندار یک گراد راست بزن. خوبش برو دمو اجازه بده همون رو بزنه یک دونه. برو خوبش استاپ. در بخش ایمنی یعنی یک ورزشکار باید کدام لوازم وقتی که فایت میکنه داشته باشه. ما باید ساقبند داشته باشیم در بخش آماتوری ما. تا کسایی که تازه به رشته‌هایی که کیوان آمده باید ساقبند داشته باشه، بیضه‌بند داشته باشه، دیگه دستکش های پوره داشته باشه، محافظای دندان داشته باشه تا به دندان آسیب نرسه و دیگه کلاه مکمل پوشیده باشه ورزشکارا. دیگه این فوایدهای از این اینمی هست که فایترهایی که تازه در امی رشته کیوان رو آورده یا آسیب جدی نبینن تا آیسته آماده میشه یا را همینطور بخش ایمنی را مکمل یا را آموزش داده میشه. بعد از او یا در بخش نوم پروفشنال فقط کلاه نمی داشته باشه، ساقمند می داشته باشه، دیگه دستکش و بیضه‌بند تمامشون تکمیل میشه. وقتی که پروفشنال که شد تنها دستکش می داشته باشه، دیگه بیضه‌بند، محافظ دندان، دیگه تمام بخش ایمنیش برداشته میشه یا همه فایت میکنن.